سلام به روی ماهتون، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. خوش اومدید به پیج یوتیوب من ستایش هستم در خدمت شما. امیدوارم که بهترین ها رو در کنار هم به کمک این فال تجربه کنیم. یه فال بی‌نظیر براتون آماده کردم برای تو و شریک احساسیت. میدونم که خیلی اتفاقا بینتون افتاده و میخوای خیلی چیزا رو راجع به رابطت بدونی و دقیقاً این فال خیلی به دردت میخوره. تا انتهای این ویدیو همراه من باش، چون آخرش چیزایی رو قراره بشنوی که مو به تنت سیخ میشه، شوکه میشی. یعنی واقعاً به جرئت میتونم بهت بگم یکی از قشنگترین فالهای زندگیت خواهد بود. میخوام که با انرژی خوب و حس خوب، زمانی که دارم این کارتا رو بر میزنم، با دقت به این کارتا نگاه کنی، انرژی خوب منتقل کنی و یادت نره حتما کانال منو سابسکرایب کن و کامنت بذار، نظرتو بهم بگو. اگه این فالو دوست داشتی، اگه دوست داری موضوع پست بعدی رو تو انتخاب کنی، حتما واسم بنویس و من همه رو میخونم و بهترینش انتخاب میکنم برای موضوع پست بعدی. حتما با من در ارتباط باش. پیج اینستاگرامم هم الان براتون همینجا روی صفحه دارم میذارم. حتما کانال اینستاگرام منو دنبال بکنی، اتفاقات خیلی خوبی تو راهه و چنل من رو هم دنبال کن. میخوام که یه چند ثانیه سکوت کنیم، حس خوب، انرژی خوب منتقل کنیم و حالا دونه بدونه میخوام کارت ها رو براتون، زمانی که بر زدم 7 تا کارت از هر کدوم از این دست کارت ها جدا میکنم. کارت های بی‌نظیریه و اینقدر انرژی خوب داره که واقعا خودت شوکه میشه زمانی که فالو بهت بگم. پس این حس خوب، اون انرژی خوب رو منتقل کن و در کنار همدیگه بریم ببینیم که چه چیزهایی رو این فال به ما نشون میده. و اینو میخوام بهت بگم، شاید توی گذشته یه اتفاقاتی افتاد بین تو و شریک احساسی، یه سری حرمت‌ها، یه سری اتفاق‌هایی وسط افتاد که شاید تو رو ناراحت کرد، ایشون رو ناراحت کرد و انگار یه انرژی عشقی این وسط بین شما در ابتدا اتفاق افتاد. اما روز به روز، رفته به رفته، یه سری بالا پایین هایی به وجود اومد که قرار دقیق و با جزئیات به صورت کامل همه چیز رو با هم بررسی کنیم. البته که الان در حال بر زدن کارت ها بودم، 1-2 تا کارت افتاد، دوباره گرفتمش. خب خیلی خوب نیت کن، کارت ها دارن جدا میشن. از هر دست کارت پر انرژی که برات آماده کردم 7 تا کارت همونطور که گفتم داریم جدا میکنیم. نشونه قراره به همون بده. یعنی من معجزه ها از این کارت ها دیدم، اتفاقاتی دیدم که مشتریای من هر کدومشون لحظه به لحظه میومدن و تایید میکردن و خیلی جالب بود. از کارت های پاسوری هم که میخوام براتون جدا کنم قراره وعده ببینیم، وعده های مهمی که خیلی تأکید میکنم خیلی مهمن. خیلی اتفاقات مهمی رو ممکنه رقم بزنن و دونه بدون کلمات رو میخوام با جزئیات گوش بدید. من پر انرژی داریم این کار رو براتون انجام وظیفه میکنیم. خب بریم ببینیم که چه چیزایی رو به ما نشون میده. با من و این فال پر انرژی همسو باش. بخش اولی که میخوام راجبش باهات صحبت کنم و توی دست کارت اولی که میخوام واسط جدا کنم و دونه بدونه بهت بگم، عشق 2 طرفه‌ای که هنوز توی دلتون زنده است. دقت کن، عشق 2 طرفه، چیزی که توی در واقع این فال داره به هم نشون میده. قبل از اینکه اینو بهت بگم میخوام که با صدای بی‌نظیر باهات همراهی کنم، حس خوب بهت منتقل کنم و با دقت گوش کن. این صدا به آرامش تو کمک میکنه و مطمئنم که با حس بهتری میتونی به این فال گوش بدی. ببین، یه حسی بوده بین تو شریک احساسی، یه حس واقعی، اونجوری که آدم شب خوابش نمیبره. انگار یه چیزی همش تو رو به یاد اون میندازه. همه چیز خاطراتتون رو به یادت میندازه. این حس یه جورایی هنوز رو هواست.
هنوز تموم نشده. حتی اگه ظاهرش سرد شده باشه، توی دل هر دوتون یه چیزی هنوز روشنه. قلب هر دوتاتون آشفته است از این وضعیت. یه جور امید دارم برات میبینم یا یه حس دلتنگی. شاید غرور یا ترسی باعث شده حرفی به هم نزنید. ولی حس قوی تری من دارم توی وجود هر دو نفرتون میبینم. اگه هنوز ناخودآگاه داری چکش میکنی، ببینی آنلاین نیست، چی عکس میذاره چی نمیذاره، اگه وقتی اسمی شبیه بهش میشنوی دلت یه جوری میشه، بدون که اون هم همین حسا رو نسبت به تو داره، فقط نمیدونه چطور باید بهت نزدیک شه. و من یه حس دودلی و بلا تکلیفی در وجود هر دوتاتون میبینم. توی اعماق قلب هر دو نفرتون هنوز هم گرمایی از یک شعله خیلی مهم باقی مونده. پس بدون این حس دو طرفه است و تا 8 وعده آینده قرار معجزش رو ببینیم. بخش دومی که میخوام بهت بگم، حس خیانت یا دلشکستگی که ممکنه واسط به وجود اومده باشه. راستش توی این مسیر یه زخمی خوردی. ممکنه از طرف اون بوده باشه یا حتی از طرف خودت، شاید ناخواسته، ولی تهش یه حس بی‌اعتمادی بینتون مونده، یه چیزی که دل تو رو میلرزونه. ولی اینو بدون که خیانت همیشه فقط به معنای رابطه با یه نفر دیگه نیست. گاهی نادیده گرفته شدن، گاهی دروغ‌ها، گاهی پنهونکاری‌ها، گاهی وقتیه که طرف برات نمی جنگه. همه اینا میتونه باعث بشه که اون حس خیانت بیاد. پس خیانت الزاما به معنای شخص سوم نیست و میخوام اینو بدونی که اگه هنوز اون زخم بازه، تا 2 وعده بعد از دلت در میاره، یه اعتراف خیلی بزرگ بهت میکنه. بخش سومی که میخوام بهت بگم، شخصیت درونی خودت و شریک احساسیته. تو یه آدمی هستی که خیلی عمیق احساس میکنی، حس داری، قلبت مهربونه، ولی توی رابطه ها خیلی چیزا رو به روی خودت نمیاری چون نمیخوای آسیب ببینی. شاید توی سکوت قوی تر به نظر برسی ولی دلت پر از حرفای نگفته است. و اینو بدون، اون شخصی که یه روزی همه دنیات بوده قراره به سمتت اومدن داشته باشه. اون آدم شدیداً پشیمونه و دلش آشوبه. این روزا حال خوبی نداره، با همه دعوا داره، عصبی، گوشه‌گیره چون دلتنگته. از دور هواتو داره زیر نظر دارتت، حتی اگه فکر کنی فراموشت کرده. نه، فقط غرورشه که مانع همه اینا میشه. توی این فعال یه سری نشونه ها هم هست که جالبه. احتمالش خیلی زیاده که روی دست یا صورتش یه خال خیلی مهم داشته باشه، یه خالی که توی چشمه و توی حروف اسمش یا فامیلیش یک از حروف الف، میم، ی، ر، ه، دال داشته باشه. و تا 4 وعده آینده، ممکنه 4 روز دیگه یا حتی 4 هفته دیگه باشه، این آدم یه بهونه‌ای میاره که از یک نفر به صورت غیر مستقیم کمک میگیره که به سمتت بیاد. میخوام معجزه این فالو دریافت کنی، چنل منو سابسکرایب کن، اینستاگرام منو دنبال کن و تا ویدیوی بعدی بدرود.